من راستی گپ باور کنیم که دیلم میسوزه. میدونی اکا جان، وقتی که من فرزندور شدم اکا، هم اشکی شادی ریختم اکا، هم اشکی غم اکا. برای خودت غم انگیز شدم. برای خودت اکا دیلم پورا پورا شد که ببین که من دوداری اکای شمسم، من فرزندورم، اکای بیچاره من چندین سال سوی فرزند نمیشه. برای همین اکا من همیشه دعا میکنم که خداوند سوی بی فرزندت کنه اکا. هیچ وقت ناامید نشه اکا. میدونیم خودت میدونی که انسان‌هایی هستن که اکا 15 سال صبر کردن، طاقت کردن، تحمل کردن و خداوند بالاخره آرزوشون رسوندشون. فرزندای نازنین یعنی نصیبشون کرد. دیگه یک چیه اکا حرکت که اکا هرچند مدت سخنای قبیح بگه، هرچند سخنای پست بلند بگه، یکی حرکت که سخن اینه که دل شبر انجام میده. سخن اینه که اکا دل مادر بشکنه. برای اون که آینده فرزنددار میشه، آینده خوشبخت میشه، یکی یک سخنی بعد خودت اکا، یک سخنی پست بلند خودت اکا همیشه در یاد مادر میمونه. باور دارم انشالله که فرزنددار میشه اکا. فقط ناامید نشه اکا. من از زیاد می‌خواستم.